سلام به همه دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت 11 هستیم از دوره Entity Framework Core. ورژنی که فعلا داریم کار میکنیم باش ورژن 7 هستش و تو قسمت 10 دیدیم که 3 نوع تایپ از کوئری ها رو شناختیم باش: Eager Loading, Explicit Loading و Lazy Loading و کوئری رو هم بررسی کردیم از 3 قسمت اصلی: Data Context Entry Point، قسمت اون کامند کوئری هاست، اون کوئری هایی که ما به واسطه یه لینک میزنیم، و در نهایت اون کامند اکزیکیوشن، حالا dot to list, dot array, dot to دیکشنری یا توی for each بتوانیم این لینکی که داریم میزنیم رو تبدیل کنیم به TSQL. که این رو تبدیل میکنه پرووایدر EF Core. پرووایدر این کار رو برای ما انجام میده. اما تا وقتی که اینو بزنید، اگر این رو نزنید یا توی for each استفاده نکنید، اون execution command رو نزنید، EF متوجه این نمیشه که این دستورات لینک رو که روی iQueryable هستش، گفتیم تفاوت iQueryable و iNumberable هم یک ویدئویی کاملا مستقل براش درست کردیم، اما در ادامه این دوره هم بحث خواهیم کرد در رابطه باش. کامند هایی که روی iQueryable هستن، دکوریتور هایی که روی iQueryable هستن، مثل where، مثل order by و چیزهای دیگه‌ای که هستش، اینها رو در زمان ران تایم تبدیل میکنه به TSQL. از کجا تبدیل میکنه؟ از کامند هایی که تبدیل میشن به expression tree. یعنی وقتی این کامند رو میزنیم .where، .select، نمیدونم order by، اینها تبدیل میشن به یک expression tree و این expression tree ها رو این ماژول EF Core Provider میاد کامپایل میکنه، تبدیل میکنه به TSQL. کی؟ زمانی که شما اون اکزیکیوشن رو کال بکنید. خب این یه خلاصه خیلی خیلی کوچیکی از قسمت 10. یکی از دوستان به نام امیر ZP یک نکته رو اشاره کرد توی کامنت ها. ممنونم ازش بابت اینکه توی قسمت 9 قسمت مایگریشن ما این دیزاینر رو توی کد دیدیم، یعنی متادیتا رو بررسی کردیم، اما نشون ندادیم که این چی هست، چه کاربردی هم داره. ازش بسیار بسیار ممنونم و سعی میکنم که الان در ادامه این رو بررسی بکنیم. نکنید وقتی شما اد مایگریشن میزنید، یک کامند، یک چیزی ساخته میشه، یک فایل دیگه ای هم ساخته میشه به نام دیزاینر. ما توی پشت اون اد کامند اد مایگریشن دیدیم 3 تا کار میکرد. اد مایگریشن میکرد یعنی این فایل رو میساخت، متادیتا درست میکرد یعنی دیزاینر، و اسنپ شات رو آپدیت میکرد، اسنپ شات رو میساخت که میشه این فایل. پس 3 تا کار پشت سر هم توی ویدئوی 9 قسمت 9 بحث اد مایگریشن این رو دیدیم. اما کار این دیزاینر، فایل دیزاینر چیه؟ فایل دیزاینر چیزی هستش که خود EF باهاش کار داره، متادیتایی هستش که Entity Framework با این چه در زمان دیزاین تایم چه در زمان ران تایم به این مراجعه میکنه و میفهمه که کدوم ها پندن، کدوم مایگریشن ها اساسا نرفتن، یا میتونه پیدا بکنه. خب پس اگر Entity Framework میخواد بفهمه که کدوم مایگریشن تو کدوم کانتکست پند مونده، هنوز اعمال نشده، میاد از این فایل دیزاینر نگاه میکنه و توی اون اسمبلی هر دیزاینری که وجود داره رو پیدا میکنه به واسطه این 2 تا اتریبیوتی که میبینیم. یعنی بالای اسم اون مایگریشنی که ما زدیم روی این فایل دیزاینر نگاه کنید، یک اسمی که من زدم، مثلا گفتم add migration dash name init، 2 تا اتریبیوت میزنه. یک میگه این مایگریشن برای این دی بی کانتکسته، خود مایگریشن آپ و دانش کجاست، اینم اینها اینجاست، اینم فایلشه که بالاتر داریم میبینیم. پس وقتی ما اد مایگریشن میزنیم 3 تا فاز داره اتفاق میفته. یک، داره مایگریشن اضافه میکنه این فایل. 2، متادیتا میزنه که خود انتیتی فریمورک نیازش داره. 3، اسنپ شات میسازه. حالا بریم ببینیم که چطور EF اساسا با این داره کار میکنه. وقتی میگیم هم در دیزاین تایم هم در ران تایم به این کار داره و این متادیتا رو داره میخونه، ببینیم چه جوری. نگاه کنید من چی دارم اینجا، این رو هم ببندم. اومدم کانکشن استرینگ ساختم، اینها رو فعلا تغییر ندادیم و روی اون کانتکست یه کانتکست هم نیو کردم.
خب حالا من میتوانم به واسطه دیتابیس، یعنی بیام بگم که مثلا ور count مساوی است با اون کانتکسی که دارم. کانتکس برای چیه؟ چه نوع کانتکسیه؟ اپلیکیشن دیبی کانتکس. میگم کانتکس دا دیتابیس، برو توی دیتابیس من نگاه کن، get pending migrations. خب این از کجا میفهمه؟ اولا که الان چون من مایگریت کردم get pending migration 0 میزنه. بریم اول اینو نگاه کنیم ببینیم 0 اصلا چه مایگریشن های پند هستن تا بیایم یک مایگریشن بزنیم و بعد اجراش کنیم ببینیم دیتیلش چی هستش. خب اکزیکیوت شدش. میایم اینجا نگاه کنید، کانتکست رو ساخت. حالا اینجا نگاه کنیم آیا پندی چیزی داریم مایگریشنی که پند باشه. نگاه میکنیم ببینیم که هیچی نیست، خالیه. خب حتی اگر این رو هم بگیرید، کانتش رو بگیریم، میتوانیم توی واچش کنیم و بزنیم دات کاونت. میبینیم که 0، هیچ مایگریشنی پند نشده. اینجا هم نگاه کنیم میبینیم کلی داره اکزیکیوت کامند میکنه برای اینکه بره اون مایگریشن ها رو بگیره، اسمبلی خودش رو چک بکنه، بره اون دیزاینر ها رو توی اسمبلی نگاه کنه ببینه توی دیتابیس آخرین مایگریشن چیه و الان چه مایگریشنی رو اینیت نکرده، نفرستاده سمت دیتابیس. حالا فرض کنید بیایم بریم یه دونه مایگریشن بزنیم، مثلا یه دونه فیلد میخوایم به این اضافه بکنیم، بگیم پراپرتی مثلا دیت تایم و مثلا اوردر دیت، مثلا نمیدونم، حالا هر اسمی خیلی مهم نیست برامون. بس میایم یک مایگریشن هم میزنیم، اینم یه ذره بیارم بالا، CLS add migration dash name add date order. یه مایگریشن میخوام اضافه کنم به سیستم. پس الان پشت این اد مایگریشن میدونیم چه اتفاقی میفته. 3 تا کامند داره اکزیکیوت میشه، مایگریشن داره میسازه، دیزاینر یا متا دیتا میسازه و اسنپ شات رو هم درست میکنه. بریم نگاه بکنیم این مایگریشنش، دیزاینرش که گفتیم این دوتا اتریبیوت رو میزنه و در نهایت اسنپ شات رو هم آپدیت میکنه. حالا من یک مایگریشنی دارم که اعمالش نکردم توی دیتابیس. بریم اینجا نگاه کنیم ببینیم این تعدادش الان چند تاست. خب بریم جلوتر، این هم کانتکست. الان وقتی که کانت رو میزنیم ببینیم که یه دونه مایگریشن مونده. از کجا فهمید؟ رفت توی دیتابیس کوئری زد، فهمید این مرم کل اسمبلی اون دیزاینر ها رو پیدا کرد به واسطه اون دوتا اتریبیوت و فهمید که یه دونه پندینگش مونده. خب حالا من میتونم یه همچین کاری بکنم، مثلا بگم که کاونتش رو بریزین تو و بگم که اگر تعداد بزرگتر از 0 بود، یعنی یه پندینگی داشتم، بیا context.database.migrate کن، یعنی اون مایگریشن رو برای من اعمال بکن، اما تو فضای ران تایم، دیگه تو فضای دیزاین تایم نیستم که با کامند آپدیت دیتابیس این کار رو انجام بدم. خب کامند بیایم پایین تر، خب اینجا نگاه کنیم یه دونه پندینگ داریم و مایگریت هم میکنه. وقتی که مایگریت اعمال شد بریم ببینیم اینجا آیا توی اوردر فیلدی به نام اوردر کو اینجاست. رفرش میبینیم که اوردر دیت اضافه شد. پس این اضافات اون بحثایی بودش که روی مایگریشن داشتیم. کامند اد مایگریشن. ممنونم از ادساین امیر زدپی که این رو به ما گوشزد کرد و سعی کردیم که توی این ویدیو
این رو تکمیلش بکنیم. خب امروز میخوایم در رابطه با یه موضوع دیگه هم صحبت بکنم، اما فکر کنم بذاریم ویدئوی بعدی برای اینکه طولانی نشه. ممنونم که لایک میکنید، کامنت میذارید، تشویق میکنید ما رو، بسیار بسیار لذت میبریم. ممنونم از همه دوستانی که توی یوتیوب سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و اگه دوست داشتن ویدیو رو لایک میکنن. دمتون گرم.